دائما آرزوی من این بود، خانه باغی پر از درخت و گیاه. خارج از شهر داشتم تنها، شب و من بودم و نظاره ماه. با گیاهان ترانه می خواندم، از درختان سؤال می کردم. یا تبر هم دخالتی می کرد، با تبر هم جدال می کردم. یکی از آن درختها هر روز، جای میوه کتاب می آورد. یا برای سؤال من روزی 100 ترازو جواب می آورد. عوض میوه چیدن از شاخه، یک کتاب قشنگ می چیدم. از درخت کتاب من هر روز، دانش رنگ رنگ می چیدم.